به روح تیمور بزرگ چنان کنم که گریز از سمرقند رو بر هر قراری ترجیح بده. صبر کن. صنعتگران و فعالان که در طلب رزق گران، قدرت فراوان دست به کار گل، سر به مهر دل امیرزاده بزرگ دارند، بدانند که رأی همایونی بران است تا مشتاقان را به کار احداث بلای رصدخانه بخواهند. هر که طالب است خود به کوهک رفته و حضور به خدمت خواجه یوسف حلاج رساند. صنعتگران و فعالان که در طلب رزق گران، حرمت فراوان دست به کار گل، سر به مهر دل امیرزاده بزرگ دارند، بدانند که رأی همایونی بران است تا مشتاقان را به کار احداث بنای رصدخانه بخواهند. هر که طالب است خود به کوهک رفته و حضور به خدمت خواجه یوسف حلاج رساند. صنعتگران و فعالان که در طلب رزق گران، حرمت فراوان دست به کار گل، سر به مهر دل امیرزاده. ایگو چیزی مهمی نبود دوستا، به درد من و شما نمیخورد. پرسیدم چی گفت پسر شاه سمرقند میخواد عروس بگیره، هر کی دختر داره بگه. ای بابا از اولش هم موضوعمون دور بود. این صحن اصلی این رو بجه داری اینجا؟ بله. تعداد پلام همه بر مقیاس اصلیه. ببینید روی بله اومده. اسمت چیه؟ زفر. چه کار بلدی؟ کارگری. نفر بعد اسمت چیه؟ میدنی چه کار بلدی؟ چرا صورتت بستی؟ ناخوشم. ها؟ ناخوشم. چه کاری بلدی؟ ها؟ شناختی؟ کارگرم، سنگ تراش. خوب است. منم مسگرم. کی بود؟ روش محاسبه این معادله رو پیشتر گفتم. حالا یک سوال. عدد 10 رو به نحوی تجزیه کنید که مجموع بشینید آقایون. پاپوشتو درار. خودت. قلندران طریقت به نیم جو نخرند، قبای اطلسان کس که از هنر آری است. کجای بحث بودیم؟ استاد تجزیه عدد 10. عدد 10 رو به نحوی تجزیه کنید که حساب بمونه برای جلسه آینده. مصحف باز کنید. این آیه رو پیدا کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. حسام ادامه بخون. ریاضیات و منطق در حیطه فهم انسانه. پس چی میشه که شما دست به کار قرآن و خدا میشید؟ مگه ما علممون رو بشری نمیدونیم؟ ها؟ نه نمیدونیم. قرآن دریچه نگاه به کائنات. عجیبه برام شما امیر خطه مسلمان هایید ولی قرآن از بر ندارید. چرا؟ این حرفت برای ما خیلی درشت بود جمشید. قول که به 6 ماه نکشید قرآن رو از بر باشم. سلام. جان
حضرت علامه میخواستم اگر اجازه بدید جواب معادله رو بدم، اما از قرار وقت مناسبی نیست. اگر حرف علم باشه همه اوقات مناسبه، علال خصوص که در حضور ما باشه. بگو. منطق مسئله در این معادله است: بنابر آنچه در علم جبر و مقابله مقرر شده، برای آنکه مجموع عدد دوم با مربع عدد اول خود مربعی کامل شود، به ناچار عدد دوم میبایست با مجموع 2 برابر حاصل ضرب عدد اول در عدد دوم و مربع عدد دوم باشد. حال بر این اساس میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که عدد اول خود برابر با کسری است که صورت آن برابر با تفاضل مربع عدد دوم است از 10 و مخرج آن برابر با مجموع 1 و 2 برابر عدد دوم است. جناب علامه درست است؟ درست. در این صورت مسئله در صورتی دارای جواب مثبت است که مربع عدد دوم در این معادله از عدد 10 کوچکتر باشد که فقط میتواند اعداد 1، 2 و 3 باشد. اگر 1 بگذاریم جوابی که حاصل میشود چنین خواهد بود. و اگر 2 باشه؟ خب استاد با جایگزینی عدد 3 هم طبعا جواب دیگری به دست میاد. درست است؟ مرحبا. مرحبا. جوان با هوش و فراستی به نظر میرسی. اسمت چیه؟ حسان. احسن. جمشید برای عبداللطیف هم معلمی معین کن تا در سلک علما در بیاد. عبداللطیف. همین عبداللطیف. حسان خوبه، جوونه ولی خوب. تردید ندارم اون مرد کاشی با این ترفند خواسته نوجوان منو تحقیر کنه. اونو چه به استادی امیرزاده؟ بدبین شدی اولجای بانو. من خود شاهد توانایی و فراست اون بودم. جوانی است به غایت هوشمند. من تا به این توهین رو ندارم. اولجای به درد من نمیخوره. بخون برات خوبه. احمد، همه عشق من نجوم بود، ولی حیف که از این کاغذسازی سر در آوردم. اینم کم از اون نیست. میگم این کارم کم از اون نیست. قدرشو بدون. آره هرچی علامه تو این شهر هست به یکی مثل شما نیاز داره. اینا رو هم بزن. چندی بدم بابا جان؟ این همه ورق بکر میبینی به نوشتن وسوسه نمیشیم و این؟ نوشتن چی؟ نوشتن تیپ. چرا؟ ولی تا قانون بوعلی و الحاوی رازی پیش چشممه شرمم میاد دست به قلم ببرم. ها پس اینا رو خوندی و این همه بیمار بیچاره بدبخت لاعلاج میان لاعلاج در برمیگردن. جمشید دلتنگ مادرمم، دلتنگ آقا جان. خورشیدو نمیدونم ولی بعید میبینم آقا جون اصلا دلتنگ تو شده باشه. نفس راحت بیتون میکشه. تو امروز تصمیم گرفتید حسان؟ سلام استاد. سلام. چی شده بسر؟ دستکار عبداللطیفه. میخواستیم مشغول درس خوندن بشیم که این بلا رو به سرم آورد و به خفت از دربار بیرونم کرد. چرا؟ سرتو بالا بگی ببینم. تو این نزدیکی استخونه است. راگف بخواهیت من چنگ دیو سپید بسی جاودان را کنم ناامید.
بزرگان که دیدن ابر مرا همان رخش قرآن و جفر مرا چو کابوس جنگی چو خاقان چین سواران جنگی و مردان کین. سلام علیکم. سلام علیکم. کوزه یا با کمی تنظیف میخوام زخم این جوانو بشورم. بکش. ممنون. عمو جان آبی که بهشون میدی یادت باشه ظرفشو خاکمال کنی. اینا کافرن، ظرفشون احتیاط داره. شما میدونی چی میگی؟ مگه تا اون مرد کاشی نیستی؟ خب همون که میگن رصدخونه میسازی. ببین برادر من، خدا نکنه برادرت باشم. از خدا نمیترسی این همه کفر و دغل در کار مردم میکنی؟ چرا یاوه میگی؟ کدوم کفر؟ کدوم دغل؟ همون کفر و دغلی که به نام ستاره شناسی به خود خلق الله میدید. مهم. ببین پسر جان، اینا علمه. تو که اینقدر مدعی دینی نشنیدی رسول الله امر به علم کرد؟ نباید مصداق حداقلش باشین؟ رسول الله کجا؟ شمایی که خارج از دینید کجا؟ آی مردم نشستید تا دینتون رو ببرن؟ وای بر شما، گورتون رو گم کنید از اینجا. ساکت شو مردک هوچی. گمونم این بود که شاید یه دم طعم آرامش رو تو سمرقند بچشیم، اما اینجا رو ناامن‌تر و دیواراشو تنگتر میبینم. همیشه همین بوده. کاشونم همینطور بود. چه توفیری میکنه؟ ما این درد داره. مردم کوچه و بازار گناهی ندارن، نمیدونن. خودش عذاب کمی نیست. مردم هرچی نادونتر متعصبتر. حالت خوش نیست؟ برو استراحت کن. کمتر سخنرانی کنی پاماده به سرت می‌مالم. احسن مرحبا. چشم امیر سمرقند روشن. کار به جایی رسیده که محترمان دربار ما رو در کوچه سنگ میزنند و میآزارند. پس گزما و شهنای ما در کوچه چه میکنند؟ ها؟ از پاسداری و مراقبت فروگذار نیستیم. اگر پاسداری اینه پس چه خوشبختیم ما که خود به کار دیوان نشستیم. غیاث‌الدین جانب احتیاط رو نگه نمیداره. بر سر هر برزن به کلام با دیگران می نشینه. حریمشون امن باشه و مطمئن. همه حواستون به اونها باشه. مویی از سرشون کم بشه، سرتون از بدنتون کسر میکنه. برید. با این حال نظر و سری شکسته از سنگ جفای این سمرقندیا باز به کار رسم نقوش رصدخونه؟ برای مردمی که تو رو نمیخوان این همه سعی و تلاش؟ چرا؟ اشتباه نکن. سمرقندی اونان که صبح به صبح پا به پای ما جون میکنن برای ساختن رصدخونه، همونان که بچه هاشونو میفرستن مدرسه برای اینکه عالم بشن. اونان اینایی که تو دیدی به لحاظ قوه عقلی مستضعفن. همین تعدادشون هم زیاد نیست. از اینا چه بین عوام چه بین الظاهر علما هستن، ولی کمن. همه رو با یه چوب نرون. جناب معین الدین نوه مسعود طبیب. سریع‌تر کار کنید، زود باشید. کاریا رو لازم داریم ها. جناب غیاث‌الدین کجا؟ بالا.
سلام علیکم. خسته نباشید جناب حلاج. ممنون. خوش آمدید. ممنونم. امر فرموده بودید خدمت برسم. هیچ شب دست. منو میشناسی؟ باید بشناسم. من همون دختریم که سالها پیش در گل جوانیم زخمی بزرگ بر دلم گذاشتی و باعث مرگ پدرم شدی. پدری که تنها داراییم از زندگی بود. من؟ مهر و دلدادگی جوانیت یادت رفته؟ آی بانو. بله، آی بانو. عدالت خدا رو ببین. امروز من انتقام گیر قهر اون شدم. اشتباه میکنی. اون قصه کار من نبود. جبر عمل خود عبدالغفور بود. و چقدر بدبخت بود. سال هاست این تیغ رو به قهر و کین آب دیده کردم. کینتو کنار بذار، حرف حق بشنه. حرف حق. مرد باش و مردونه بمیر. نظرش حالا آروم باش. آروم بشنو. از اون ماجرا خیلی چیز هست که تو نمیدونی. باید بدونی. بشنو. من برای شنیدن اینجا نیستم. برای انتقام اینجام. حماقت نکن. حماقت نکن. حالا خوب گوش کن. جوون بود.
شدم، ساده و احمق. به هر چون گفت اعتماد کردم، به پدرت. ستون خونمو خراب کرد، اون با اون داروغه نامرد. دستم داشت به خون آلوده میشد. میفهمی؟ همه اینا به بهانه عشق تو، به بهانه عشق تو. اینا با دل من روا بود. نبود. از خون من نگذر، وگرنه قسم میخورم هر جا که باشی پیدات میکنم. بلو بگه. صدا حکیم فرزانه ما چطوره؟ شکر خوبه. خسته به نظر میرسی؟ نه خوبه. اجازه بدید من داخل مرتب کنم. نه، همینجا میشینیم زیر سقف آسمان. غمزه نگاه ناهید و به زودی همه این ستاره ها رو از همینجا رصد خواهیم کرد. جمشید، در راه که می اومدیم باب بحثی با قاضیزاده رومی باز شد. بگو چی میگفتی؟ گفتم از زمان ارشمیدس تا به امروز این همه در باب نسبت محیط به قطر تلاش کردن و این بی جهت نبوده. خب چرا این مسئله تا به این حد مهمه؟ و چرا اینقدر جهت؟ چرا مهمه؟ ببینید اگر ارقام ناصحیح رو به جایی برسونیم که دور بشه، به یه قاعده‌ای میرسیم که اون وقت میتونیم نسبت محیط به قطر رو پیدا کنیم. از بازکارای هندیا تا اصحاب قبالای قوم یهود، تمام این سالها همشون بر این بوده که از این نسبت پی به قاعده طبیعت ببرن. هستی بر مبنای دایره است دیگه. توی همین رساله محیطیه این موضوع رو بهش اشاره مختصری کردم. کامل نشده ولی یه اوراقیش هست. میرم میارم. شما خود مسبوقید که امیر حتی در نیمه کارزار هم منو در جوار خود نگه می داشت. حالا چی شده که نیمه شب بیخبر از من به سوی اون مرد کاشی میره؟ از شور دل امیر به دانش آگاهه، دلبری میکنه. کیاسای تیموری هنوز هم بهترین راهه. تو توی این ماجرا دخالت نکن. اگه رخصت بدید چاکر راه مناسب و یافته.
لطیف بیرون. این یکی از اوناییه که غیاث الدین رو تو کوچه سنگ زدن. به بیچارگی و عجز من رحم کنید. من چه میدونستم که برای شما و وزیر اعظم این گونه گرون میاد. ما بنده شماییم. جان ما تحفه ناچیزیه. به 10 سر عائله گناه بیخردی منو ببخشید. نامت چیه؟ من مغموم مونده، نامم محزونه. اون کاری که کردی چون بی اذن ما بود بلاهت بود، ولی از امروز به امر خاتون بزرگ تو را بر این میگماریم که بدنامی و دغل غیاث الدین رو در بین مردمان هویدا کنی. ولی اگر جونت رو طالبی جز اون که امر منه نمی کنی و اگر زبونت بی اذن ما باز شه اونو خوراک شغالان سمرقند می کنم. فهمیدی؟ گفتی که قرآن چراغ راهت با آسمان هاست. حالا که ما رو به حفظ قرآن ترغیب کردی جلوه‌ای هم از اون به ما نشون بده. جلوه‌ای؟ شما حتما میدونید بطلمیوس 9 فلک رو مثل پوسته های پیاز به هم چسبیده میدونه، ولی اینطور نیست. سوره رعد یادتونه هست؟ همون ابتدای سوره به خداوند آسمان ها را بدون ستون برافراشت. من تصور میکنم افلاک رو یک قوه‌ای به هم جذب میکنه، یک قوه دیگه‌ای دفع میکنه تا تعادلشون حفظ بشه. این یه جلوه. باید جاذبه‌ای در میون باشه. پس اسباب سحر تو این گونه است. این اقلشه. چه سحری بالاتر از این که خودش باطل و سحر؟ باطل و سحره. ساحر زیاد دیدم. کیمیا میدونستن، سیمیا میدونستن، هیمیا و لیمیا میدونستن، قلندر، سلندر، ولی دلتو نمیتونن کیمیا کنن. نمیتونن. چقدر خوشبختیم ما که این سحر مثمون رو زر کرد. سحر اگر سحره اینه. این آسمون با این همه ستاره، چه ها که به خودش ندیده از اون عاشق کل. ما معشوقیم یا عاشقیم به خط و ربط. به یه خنده دلمون میره، به یه قصه پی انتقام میاییم. بنازمون معشوق پرخنده بی غصه، پرمحبت، بی منت. درس آسمون بهونه بود همه این سالا. بهونه بود. هیچ کاری از این ساده تر نیست. به خدا نیست. سختی من تو علم نیست، تو عالمه. سخت
سخت. من خواستم عاشقی کنم. چیکار کنم؟ خودشو تو آسمون به من نشون. نقشش تخت بند ستاره‌ام کرد. در بازار تو جز غبطه و حسرت مار و متاعی نیست.